شاید واسهتون از نظر کسی که ریکروتره و یه نفری که حالا کانسالتینگ این طرف پروسه مختلف مصاحبه میکنه و شرکت‌های سرکار داره که دارن سیستم‌های مختلف. سلام، روزتون بخیر. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من فاطمه امیری هستم. حدوداً 10 ساله که آلمان زندگی میکنم. اینجا درس خوندم، استارتاپ زدم و الان به عنوان سینیور کانسالتنت در رشته پیپل آنالیتیکس و HR آنالیتیکس دارم در شرکت کانسالتینگ دیلویت کار میکنم. و توی این ویدیو میخوام با شما تجربیاتمو شیر کنم در مورد ساختن یک CV خوب و پروسه اپلای کردن برای کار. و چرا من تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم؟ چون من روزانه خیلی ریکوست زیادی میگیرم روی لینکدین که خیلی از شماها، میگم شماها چون فکر میکنم که خیلی از شما منو از طریق لینکدین پیدا کنید و امیدوارم اینطوری باشه. خیلی از کانکشن های روی لینکدین واسه من ریکوست میفرستن، سی ویشون رو میفرستن و از من میخوان که سی ویشون رو ریویو کنم، فیدبک بدم بهشون و من تا جایی که بتونم همیشه این کارو کردم و شاید این ویدیو بتونه کمک کنه واسه همه ریکوست هایی که نتونستم جواب بدم، واسه همه سی وی هایی که نتونستم ریویو کنم و تصمیم گرفتم که توی این ویدیو بیشتر به در واقع نکاتی توجه کنم و اشاره کنم که توی جلساتم با حالا مشاوره هایی که داشتم با کسایی که کوچ میکردم باشون شیر میکردم که خب یه سی وی خوب از نظر کسی که ریکروتوره و توی شرکت کانسالتینگ داره با آدمای مختلف مصاحبه میکنه و سی وی های مختلف رو بررسی میکنه چه نوع سی ویه. شاید واسهتون جالب باشه که بدونید از دید یه نفری که حالا این طرف پروسه ریکروتمنت نشسته، چون ما روزانه با شرکت های سرکار داریم که دارن سیستم های مختلف واسه ریکروتمنتشون طراحی میکنن. در واقع ما کسایی هستیم که داریم بهشون کمک میکنیم به عنوان کانسالتنت که پروسه ریکروتمنتشون رو چطور بهبود بدن، چطور پروسه آنالایز داده ها رو از سی وی افراد انجام بدن و شاید واسهتون جالب باشه که از دید این آدم بدونید که چه چیزای مهمه وقتی که دارید سی ویتون رو طراحی میکنید و چطور میتونید ایمپروف کنید در واقع سی ویتون رو که بتونید پوزیشن ها و آفرهای بهتری رو بگیرید. اولین چیزی که خیلی مهمه واسه درست کردن سی وی اینه که شما در نظر بگیرید که من نوعی به عنوان یه شخص یک ویژگی‌های منحصر به فردی دارم که وقتی که با آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کنم این ویژگی‌های منحصر به فرد هم داره در واقع توی این ارتباط ظاهر میشه. حالا اون کسی که اون طرف پروسه ریکروتمنت نشسته باید با دید اول به سی وی شما اون آدم منحصر به فردی که شما هستید رو بشناسه و مسلماً وقتی که ما داریم از اون آدم منحصر به فرد صحبت میکنیم کسی نیست که فقط تکنیکال اسکیل داره، کسیه که میدونه چجوری اسکیلا رو لیست کنه، کسیه که میدونه یک کار در واقع ترکیب مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخته و میدونه که این لیست کردن این مهارت‌ها بسته به اون جابی که داره واسش اپلای میکنم خیلی مهمه. پس سعی کنید سی ویتون رو در درجه اول طوری طراحی کنید که شما رو به عنوان یک شخص منحصر به فرد که هستید بتونه به ریکروتور اون شرکت نشون بده و در درجه دوم اینه که مخصوص اون جابی باشه که دارید واسش اپلای میکنید. مسلماً اینو خیلی شنیدید و من دوباره باید تاکید کنم به اهمیت این که وقتی که دارید سی وی رو واسه پوزیشن خاص میفرستید، واسه یک شغل خاصی دارید اپلای میکنید، باید سعی کنید چیزی که توی اون سی وی هست و کلماتی که استفاده کردید، کیوردهایی که ازش گفتید دقیقاً کیورد هایی باشه که اون شغل لازم داره. مسلماً ما داریم راجع به اون شغل هایی حرف میزنیم، راجع به اون مهارت هایی حرف میزنیم که شما میدونید که دارید، یعنی این به عنوان پیش‌فرض درست کردن اون سی وی هست. ولی حالا چطور اون مهارت ها رو به زبون اون کسی که اون پوزیشن رو نوشته تبدیل کنید خیلی مهمه، چون معمولا یه چیزی ما تو بیزنس داریم که آدما باید وکابولری مشترک داشته باشن وقتی که دارن از یه چیز مشترک حرف میزنن یا میخوان راجع به یه چیز مشترک تصمیم بگیرن. پس اگه شما میخواید نظر اون کسی که اونور در واقع پروسه ریکروتمنت نشسته رو جلب کنید باید سعی کنید با زبون اون صحبت کنید.
و با زبون اون صحبت کردن یعنی اینکه کیورد هایی که اون توی اون پوزیشن ازش اسم برده رو شما توی سی ویتون داشته باشید. میدونم پروسه خیلی وقتگیریه، میدونم که گاهی شما واسه 3 تا پوزیشن مختلف دارید اپلای میکنید و هر کدوم از این پوزیشن ها یه سری تفاوت‌های خیلی کوچیکی دارن توی نحوه دیسکریپشن اون پوزیشن، ولی به نظرم پوزیشنی که دارید واسش اپلای میکنید ارزش اینو داره که قبلش 1 ساعت وقت بذارید سیویتون رو بر اساس اون کاستومایز کنید، کیبوردایی که اون پوزیشن لازم داره رو توی سیویتون بیارید و سعی کنید زبون مشترک ایجاد کنید. حالا من تو مورد قبلی هم یه جورایی چند بار ازش حرف زدم و خواستم اینجا بیشتر فوکس کنم اینکه شما ترکیبی از مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت هستید و شرکت‌های بزرگ مخصوصا شرکت‌های کانسالتینگ واسهشون خیلی مهمه که در کنار اون تکنیکال اسکیلایی که دارید با خودتون میارید توی شرکت حتما یه سری سافت اسکیلا رو داشته باشید که بتونید در واقع تیم پلیر خوب باشید توی شرکت. حالا اون سافت اسکیلا میتونه بسته به پوزیشنی که شما دارید واسش اپلای میکنید فرق بکنه. مثلا مهارت کامیونیکیشن، مهارت تیم ورک، مهارت خوب گوش کردن، مهارت نگوشیشن، مهارت ارتباط برقرار کردن با مشتری. این همه مهارت‌های نرمیه که شما در کنار اون تکنیکال اسکیلتون باید توی سیویتون ازش نام ببرید. و بهتره که بدونید خیلی از شرکت‌ها حتی وقتی که دارن ماتریکس مهارت‌های مختلف آدم‌ها رو طراحی میکنن در واقع وزن میدن به اون مهارت‌های نرم و مهارت‌های سختی که هر کس توی رزومش نوشته. شاید خیلی از شما بگید که خب مسلما مهارت‌های نرم یا سافت اسکیلای من توی پروسه اینترویو مشخص میشه، اینکه چقدر قدرت کامیونیکیشن دارم، اینکه چقدر میتونم با آدم خوب ارتباط برقرار کنم، اینکه چقدر در واقع شنونده خوبی هستم. اینا خیلی درسته، ولی نکته تستیش در واقع اینه که خیلی از شرکت‌های بزرگ الان دارن یه سری تول‌ها، یه سری ابزارهایی رو استفاده میکنن که سی وی شما رو قبل اینکه حتی به هایرینگ منیجر برسه و به ریکروتور برسه اون تولزها، اون ابزارها دارن سی وی شما رو پردازش میکنن. و اگه شما یه سری از کیوردها رو نداشته باشید اصلا وارد در واقع اون پروسه اینترویو نمیشید. پس بهتره که اگر حتی فکر میکنید که من خیلی آدم بازی هستم تو کامیونیکیشن، تو ارتباط برقرار کردم و مسلما من برم اینترویو، این ویژگی خوبم حتما توی اینترویو ظاهر میشه، ولی خب چالش اونجاست که شما باید به اون مرحله اینترویو برسید تا بتونید این مهارت ها رو از خودتون نشون بدید. پس سی وی شما باید ترکیبی از اون مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت باشه. یه نکته دیگه که من خیلی زیاد میبینم توی سی وی هایی که واسه من میفرستن آدم‌ها توی لینکدین اینه که سی وی ها معمولاً خیلی شلوغه. یعنی سی وی هایی که خیلی ها سعی کردن، چون منابع مختلف شنیدن که خب سی وی بهتره که فقط یه صفحه باشه چون اصلا ریکروتور وقت نمیکنه بره صفحه بعد، ولی خب از طرف دیگه اون آدم خیلی دوست داره که از مهارت‌های مختلفش، از سابقه‌های کاری مختلفش توی سیویش اسم ببره و سعی کرده همه این اطلاعات رو توی یه صفحه جا بده. مثلا خیلی وقتا دیدم اون ستون اول راجع به ارتباطات و سابقه کاری، تحصیلی، دو طرف ستونای کنار در مورد همه اسکیلا و مهارت‌ها، کیپبیلیتی‌ها و همه اون اطلاعاتیه که در واقع اون آدم توی 2 صفحه داشته و چون شنیده که باید سی وی حتما یه صفحه باشه آوردش توی یه صفحه. و اگه نظر منو بخواید لازم نیست سیویتون حتما یه صفحه باشه، ولی انقدر شلوغ و پر از اطلاعات و در واقع تو ماچ باشه. شما میتونید یه سی وی 2 صفحه‌ای داشته باشید ولی یک نظم و یه استراکچری داشته باشه که در مرحله اول که اون ریکروتور داره سی وی شما رو نگاه میکنه یک پالز مثبت بهش داده بشه که من آدمی هستم که استراکچر دارم، من آدمی هستم که ذهنم در واقع منظمه و بر اساس اون سی وی رو هم تنظیم کردم و به تو دارم این دیدو میدم که من قراره تو کار آیندم هم استراکچر داشته باشم و منظم باشم. پس سعی کنید در درجه اول خیلی سی وی پروفشنالی طراحی کنید. خیلی از در واقع سرویس های آنلاین هستن که میتونن ازشون استفاده کنید. من همیشه واسه درست کردن سی وی های خودم از کانوا استفاده میکنم
خیلی هم راحت کار باهاش. یه سری تمپلیت های CV داره که شما حالا بسته به شغلتون، بسته به پوزیشنتون، میتونید از اون تمپلیت های از پیش آماده شده استفاده کنید و فقط اطلاعاتتون رو توی اون تمپلیت ها کپی پیست کنید. پس سعی کنید CVتون بسته به شغلتون مسلماً پروفشنال باشه. حالا چرا من تاکید میکنم بسته به شغلتون؟ چون اگر شما دارید تو رشته UI UX کار میکنید، اگه دارید هنر کار میکنید، مسلماً با منی که کانسالتنت هستم و تو زمینه اینفورماتیک و کامپیوتر ساینس کار میکنم، باید CV مختلفی داشته باشیم، چون اون ذوق و غریحه‌ای که شما دارید تو زمینه UI UX یا زمینه هنر یا توی زمینه گرافیک باید توی CVتون هم دیده بشه. واسه همینه که من میگم CV باید در واقع یک پنجره باشه به شخصیت شما، هم مهارت‌های نرمتون و هم مهارت‌های سختتون یا تکنیکال اسکیلات. دیگه که خیلی مهمه به نظر من و من این نکته رو گپشو خیلی میبینم تو CV هایی که از بچه‌هایی که حالا توی کشورهای دیگه هستن یا توی ایران هستن میبینم، اینه که عکسی که واسه CVشون انتخاب میکنم یا CV معمولا عکس نداره، یا عکسی که انتخاب میکنم معمولا عکس پرسونالی عبوسیه که واسه کارت ملیمون ما همیشه توی ایران استفاده میکردیم یا توی شناسنامه‌مون استفاده میکردیم. اون عکس پرسونالی یه سری ویژگیات داره که خب مسلماً واسه اون کارت ملی فقط لازم و کافیه، ولی نیاید اون عکس رو به نظر من واسه CVتون استفاده کنید، چون شما با اون آدمی که توی کارت ملیتون هستین مسلما فرق میکنه و استانداردهایی که شما دارید از شخصیتتون هم با استانداردهایی که تعریف شده واسه اون عکس پرسونالی خیلی فرق میکنه. پس سعی کنید عکسی که انتخاب میکنید واسه CVتون در درجه اول خودتون باشید، یعنی مسلما که خودتون هستید، ولی خود پروفشنالتون باشید، خودی که قراره اونجوری بره سر کار. اگه قراره اونقدر عبوس برید سر کار و اگه قراره اونقدر رسمی برید و انقدر فرمال برید سر کار، خب این اوکی. ولی اگه کسی هستید که معمولا مثل من لبخند معمولا همیشه رو لبتونه و کسی هستید که معمولا کژوال میرید سر کار، یا کسی هستید که حالا یه سری ویژگی‌هایی دارید که دوست دارید آدم‌ها در نگاه اول شما رو با اون بشناسند، خب سعی کنید عکستون هم معرف اون ویژگی‌ها باشه. عکسای ناراحت و عبوس و خشمگین رو سعی کنید زیاد تو CVتون استفاده نکنید، چون در هر حال هرچی هم که ما به عنوان کانسالتنت هایی که تو زمینه پیپل آنالیتیکس داریم کار میکنیم سعی میکنیم بایاس رو از تصمیم گیری در واقع هایرینگ منیجرها حذف کنیم، ولی خب باز هم شما باید این احتمال رو بدید که اون آدمی که پشت سیستم نشسته و CV شما رو در درجه اول باز میکنه و اون عکس شما رو در دید اول میبینه، یک در واقع تصمیم اصلی رو توی ذهنش و توی دلش میگیره که این آدم کسی هست که واسه کالچر شرکت من خوب باشه یا نه. پس اگه شما اون آدم توی عکس نیستید، سعی کنید عکسی بگیرید که شما رو به عنوان آدم واقعی نشون بده، آدمی که قراره بره توی اون شرکت و کار کنه. دیگه که به نظر من بهتره توی CVتون یادتون باشه اینه که خب حتما شما یه قسمتی رو دارید که از اسکیلایی که دارید صحبت میکنید، یعنی لیست کردید این مهارت‌های حالا تکنیکالی من زبان برنامه‌نویسی X رو بلدم، توی این زمینه سرتیفیکیت دارم، توی این زمینه کار کردم و یه مشکلی که من میبینم توی CV هایی که میگیرم اینه که خود اون آدمی که CVشو طراحی کرده واسه هر مهارتش یک در واقع لولی رو مشخص کرده. مثلا اگه مهارت پایتون پروگرامینگ داره اومده واسه خودش از 5 مثلا 2 زده لولشو. اگه مهارت ماشین لرنینگ داره اومده واسه خودش از 5 1 داده. این خوبه که با خودتون صادقید و این خوبه که دوست دارید این صداقت رو بیارید روی CV و به طرفم نشون بدید که از من این انتظار رو نداشته باش که من اگه پایتون پروگرامرم ولی خب ادوانسم، من خودم رو 2 میبینم. ولی به نظر من این کار هوشمندانه ای نیست، چون شما دارید توی یک بازار رقابتی به عنوان کسی که داره خودشو از پیش واسه یه سری استانداردهایی که نمیدونه چیه اولویت میکنه و این خوب نیست.
شما نمیدونید مهارت 1 و مهارت 2 و یا حتی مهارت 5 واسه اون پوزیشن توی اون شرکت چطور تعریف شده. پس اگه خودتون به طور پیش‌فرض واسه خودتون اون مهارت 2 رو در نظر بگیرید، اون آدمی که داره سی وی شما رو تحلیل میکنه و بررسی میکنه دیگه به خودش اجازه نمیده که یه مرحله بالاتر بره و اگه در واقع اون پوزیشن مهارت 3 رو، لول 3 رو بخواد توی پایتون پروگرامینگ مثلا، شما رو به اینترویو دعوت کنه. پس روش معقول ترش و به نظر من روش منطقی ترش اینه که شما فقط مهارت هایی که دارید رو لیست کنید و در واقع تحلیل این لولی که شما دارید و تحلیل این که چقدر شما بلدید توی اون زمینه رو بذارید به عهده اون کسی که داره سی وی شما رو نگاه میکنه و اون کسی که با شما اینترویو میکنه. چون شما نه لول 5 اون شرکت رو میدونید تو زمینه پروگرامینگ، حالا تو زمینه پایتون پروگرامینگ که مثال زدم، نه لول 1 رو میدونید، ولی به طور پیش‌فرض دارین خودتون رو توی یک استانداردی قرار میدید که این استاندارد شاید اصلا با استاندارد اون شرکت، با استاندارد اون پوزیشن متفاوت باشه و با این کار دارید خیلی از درا رو واسه خودتون میبندید. پس لیست کردن اسکیلا و مهارت‌ها خیلی خوبه، ولی خب اینکه لول رو مشخص کنید واسه اون مهارت به نظر من هوشمندانه نیست، چون باعث میشه خیلی از درا واسهتون بسته بشه. چیز دیگه که خیلی مهمه توی سیویتون و بهتره که همیشه در نظر داشته باشید اینه که وقتی که دارید سیویتون رو استراکچر میدید و دارید بهش ساختار میدید، سعی کنید مسلماً از اخیرترین پوزیشنتون شروع کنید، اگه اخیرترین کلمه درستی باشه. وقتی که اسم پوزیشن ها رو میارید سعی کنید که از اچیومنتاتون، از دستاورداتون تو اون پوزیشن بنویسید، به جای اینکه فقط بنویسید که من توی این زمینه این کارها رو کردم. مثلا من به عنوان سافتور دیولپر تو شرکت X از سال 2020 تا 2024 کار کردم و این دستاوردها رو واسه شرکت داشتم. شرکت چالش اینو داشته که نمیدونم فلان وب اپ رو اینترنالی بالا بیاره و من به عنوان تیم لید، به عنوان سافتور دیولپر تو تیم X این مسئولیت ها رو انجام دادم و تونستم این اچیومنت رو برای شرکت بیارم و ما تونستیم تو سال 2023 گو لایف داشته باشیم و تونستیم اینجوری ایمپروو کنیم پروسه بیزنس رو، تونستیم اینطوری به یوزرامون کمک کنیم و واسه هر پوزیشنی که اسم میبرید، به جای اینکه بگید من توی این پوزیشن این کارو کردم، به جای اینکه نوترال باشید و خنثی باشید و فقط گزارش بدید، سعی کنید ایمپرسیو باشید، سعی کنید اون طرفی که داره سی وی شما رو میخونه تحت تاثیر قرار بدید. و چطور میتونه اون طرف تحت تاثیر قرار بگیره؟ با فهمیدن اینکه شما از اچیومنتاتون و از دستاوردهاتون برای کارهای قبلیتون آگاهید و ازشون اسم بردید و شما به عنوان کسی نبودید که بهش سری تسک بدن و اون تسک رو انجام بده، چون مسلما این کاریه که همه ما تو کارهای روزمره‌مون باید انجام بدیم. ولی چیزی که شما رو پرواکتیو نشون میده اینه که شما از ولیویی که برای اون شرکت ایجاد کردید با کارتون هم آگاهید، از دستاوردی که داشته کارتون هم آگاهی دارید و ازش اسم بردید. پس وقتی پوزیشنی رو می نویسید، از اچیومنتش، دستاوردش و ولیویی که برای شرکت داشته حتما اسم ببرید. این باعث میشه که به کارتون ارزش بدید و طرف مقابل هم که داره سی وی شما رو میخونه این ارزش رو درک کنه. و نکته یکی مونده به آخر، نه نکته آخر، نکته یکی مونده به آخری که میخوام بگم در مورد سی وی اینه که من خیلی با ریکرویتورها و آدمایی که تو زمینه هایرینگ دارن فعالیت میکنن تو شرکت‌های بزرگ جلسه داشتم و خیلی باهاشون صحبت کردم، نه واسه اینکه من تو زمینه ریکروتمنت دارم کار میکنم، واسه اینکه من تو زمینه دیتا آنالیتیکس دارم کار میکنم و دوست دارم بدونم پین پوینت هاشون چیه که بتونیم ما بهشون سولوشن بدیم. و چیزی که من از همه این مصاحبه ها فهمیدم اینه که اون کسی که داره سی وی شما رو به عنوان کاندیدیت ریویو میکنه معمولا 10 تا 15 ثانیه اول میدونه که قراره شما رو به اینترویو دعوت کنه یا نه. پس باید سعی کنید سی وی که دارید طراحی میکنید توی 10 تا 15 ثانیه به طرف این حس خوب رو بده که شما واسه این پوزیشن
در واقع کاندیدیت خوبی هستید. حالا چطور میتونید این حس خوب رو بدید؟ خب این خیلی سوال بازیه، یک سیستمی نداره که من بتونم واسه شما این سیستم رو در واقع تحلیل کنم و بیان کنم. ولی چطور میتونید سیویتون رو توی این 10 تا 15 ثانیه ایمپرسیو کنید واسه اون کسی که داره آنالیز میکنه که شما رو دعوت کنه به مرحله بعد؟ این یه هنری که شما باید با وقت گذاشتن، با تحلیل کردن، با صحیح و خطا پیش ببرید. اینکه حالا یه استراکچر بدید به سیویتون، سعی کنید پروفشنال جلوه کنه اون چیزایی که دارید ازش اسم میبرید، سعی کنید از رنگ‌های مختلف استفاده نکنید، در واقع ذوق و سلیقه داشته باشید واسه اون سیوی که دارید درست میکنید. و چیزی که خیلی مهمه اینه که تا جایی که امکان داره سعی کنید غلط املایی، غلط تایپی و هر گونه اشتباهی رو توی سیویتون حذف کنید. خیلی وقتا من دیدم که خیلی از آدما مثلا لینک گیت هاب گذاشتن واسه پروژه هاشون یا پورتفولیوشون رو گذاشتن توی سیویشون و اون لینک اصلا باز نمیشه یا ارور میده. این بده. یعنی به عنوان کسی که داره واسه شرکت بزرگ اپلای میکنه این خیلی اشتباه تابلویه اگه بخوام راحت بگم، چون که شما قراره که بعدا واسه اون شرکت کار کنید و شمایی که سیوی خودتونم حتی غلط املایی داره، غلط نگارشی داره، لینک هایی که گذاشتید کار نمیکنه، یه جورایی دارید این پیامو میدید که من آدم با دقتی نیستم. من نمیگم که خطا کردن اشتباهه، مسلما همه ما خیلی وقتا اشتباه میکنیم، اشتباه تایپی داریم، توپق میزنیم، مثلا من که خیلی توپق زدم توی این ویدیو. ولی سعی کنید تا میتونید در واقع این امکان این خطا رو کم کنید، ریویو کنید، بدید بقیه ریویو کنن، بدین یه سری تولز ها هستن که میتونن این ریویو رو واسه شما انجام بدن. تا جایی که میتونید سعی کنید سیویتون بدون از آری از هر گونه خطا و غلط. و نکته آخر اینه که یک تم شخصی سازی شده به سیویتون بدید. یک پکیج کلی از اون آدمی که داره اپلای میکنه رو واسه اون شخصی که داره سیویتون رو میخونه ارائه بدید. و این شخصی سازی هاست که شما رو از بقیه جدا میکنه. باعث میشه که شما یک داستانی رو توی ذهن طرف مقابل از خودتون بسازید که بقیه نتونستن بسازد و باعث میشه شما دیرتر فراموش بشید از ذهن آدم ها. پس سعی کنید که این نکات رو رعایت کنید و امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه این نکات. خیلی ممنون که به ویدیو من توجه کردید. اگه سوالی دارید حتما زیر این ویدیو سوالاتون رو بنویسید، کامنت بذارید، من سعی میکنم که سوالاتون رو جواب بدم و موفق باشید.